السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاشقان مدرسه محمدی و مهمانان خانه خدا، پیش از آغاز صحبت در این لحظه های نورانی نزول رحمت از پروردگار مهربان عاجزانه دعا میکنم قدم های رنج فرموده شما در اجر جزیل و ثواب بزرگ نصیب گرداند و هر مراد و مقصودی که داشته باشید خداوند شما را به مقصودتان رساند و خصوصا این جوانای زیبا، این چهره های نورانی، این بلبلای باغ زیبای محمدی را دعا میکنم خداوند صف اینها را روز تا روز در مسجدها زاید گردان. شماره این جوانای زیبای خوش اخلاق پروردگار را همیشه زاید گردان و از آفتها و از رنج و ناراحتی ها نگهشان دار. خداوندا چگونه که در اول اسلام بیرق برداران اسلام و عاشقان پیغمبر بزرگوار و جوانا بودند، مثل عبدالله ابن عمر و مثل عمار، خدایا اینها را مانند اونها بیرق بردار اسلام گردان. پروردگارا دانشجویانی که امروزها برای تیاری امتحانات خود مشغول هستند، به اونها ذهن خوب و استعدادی کامل نصیب گردان. پروردگار سپاریدن امتحانات برایشان موفق گردان. و خصوصا فرزندای ما و شما هم که امروزها مکتبهای میانه را سال تحصیلشان به پایان رسیده ایستاده است و برای امتحانها آمادگی میبینن، خدایا زبان اونها را به گفتن سوالهای استادانشان گویا گردان. خدایا این فرزندای ما را هم موفق گردان که در آینده تحصیلهای خود چه در مکتب میانه چه در دانشگاه های عالی ادامه دهند. آمین یا رب العالمین. وقتی که اینجا می آمدم شماره زیاد از جوانان عاشقان مدرسه محمدی مانند احمد جان و دیگران التماس دعا کردند که فردا و پس فردا آمادگی سفر دارند به طرف های روسیه و در حق ما دعا کنید. خوب این تو جوانها چند روز باز در نماز عصر هم از ما التماس دعا میکنند. بنابر از این فرصت استفاده برده برای همه شما عزیزانی که این هفته سفری کاری دارید به دیارهای دور، از خدای مهربان تن صحتی و خاطر جمعی سفری خیر و مبارک تمنا دارم و همه شما را به خدای مهربان امانت می سپارم. خداوند شما را با دست پر با رزق فراخ سلامت نزد خاندانتان بازگرداند. جوان از کولاب کدام شب هم آمده بود و الان هم در این مسجد حضور دارند، برای مادرشان از ما التماس دعا کردند که امروز امرا با عمکشان آمدیان. خداوند عمکشان به بیماری مبتلا کرده است که دیگر همه دکترها و طبیبها در طبابت وی عاجز هستند و امید او را کنده کردیان. خداوندا که او یک در امید دارد، این هم باشد در رحمت توست. خدایا تو قادری که بیمارهای شفا نمیدادگی را دکترها تو شفا داده میتوانی. به حرمت اسماء حسنات پروردگارا که یک نام شافی است، از تو التجا کرده دعا میکنم که با ایشان دولت خوجه را شفای کامل عاجل نصیبش گردان. آمین یا رب العالمین. عزیزان من، این جمعه صحبت ما جواب گفتن به سوالات شماست. اگرچه خیلی سوالها زیادند، این دو سه جمعه هم نمیتونیم ما اونها را جواب گوییم، لیکن این جمعه ما اکتفا میکنیم
و 2 جمعه پی در پی باز درس های سلسله قرآنی خدا که ترجمه و تفسیر سوره مبارکی و النازعات است با شما وعده کردم ان شاء الله آغاز میکنم، زیرا که قرآن کلام خداوندی است، برای هدایت و راهنمایی بندگانش نازل شده است و از این صحبت ما که در نوارها ثبت می شود از ترجمه و تفسیر این سوره مبارکه اگر یکی هم هدایت یابد، یکی هم اصلاح شود، یکی هم متذکر و متأثر شود، برای من بهتر از دنیا و آنچه در دنیاست. انشاءالله 2 جمعه آینده پی در پی با شما عزیزان عاشقان مدرسه محمدی سوره مبارکی و النازعات ترجمه و تفسیر میکنم. خداوند با آن روز ما و شما را رساند. اکنون با اجازه شما صحبتی امروزه خود که جواب دادن آید سوالهای شما شروع میکنم. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله و اصحابه اجمعین. پروردگارا برای ما علم با عمل نصیب گردان. پروردگارا برای ما توفیق عمل کردن با عملهای نصیب گردان که مقبول درگاه تو باشد. خدایا این جسدهای ما را داخل جنت جاودانیت گردان و از آتش سوزان دوزخ نگه دار. پروردگارا طالب علمای ما را علم با عمل و تقوا و زهد و صلاح نصیب گردان و داعی با تقوا برای اسلام عزیز و مسلمانان بگردان. آمین یا رب العالمین. از زندان حبسخانه برای من به واسطه تلفن از برادرانی که در محبس هستند، نام یکی از اونها ملا عبدالکریم بوده است، خداوند همشان نجات دهد، التماس کردند که ما در محبس خود که همه آزادی برای ما هست و هر کس می تواند در مسجد جمع شود نماز خواند، مأموریت حبسخانه برای ما این آزادی را دادگی است. اگرچه بیرون از محبس برآمده نمیتونیم اما داخل محبس آزادی داریم. آیا ما نماز جمعه در محبس خوانیم درست است یا نه؟ بین ما دو اختلاف است. بعضی هم میگن درست نیست، بعضی هم میگن درست است. حضرت ایشان میخواهیم از شما همین سوال جواب شنویم و چند برادری که همونها فرستاده بودند این نوار به ما میرسانند. به خاطر آنکه اونها در محبس هستند، شکست دلند، محزونند، خداوند نارمیشه شاد دارد و خلاص سازد، نزد فرزندانشان سالم بازگردند. من اول شده به سؤال اونها جواب میتیم. اگرچه سال گذشته بود مفصل در این باب من صحبت داشتم و گفتم که نماز جمعه در محبس ها درست است. خوب شاید اون نوار دسترس اونها نشده باشد و من این جمعه مفصل نه کوتاه در این باب جواب میگویم. برادران عزیزی که در محبس هستید، خداوند شما را سلامت نگه دارد. وقتی که مأموریت محبس یعنی رهبران حبسخانه برای شما مسجد ساختند و در آن آزادانه نماز خواندن اجازت داده باشند و شماره شما اگر از 40 و 50 نفر زائد باشد، می توانید یکی از برادران اسلامی خود امام انتخاب کنید و در مسجد حبسخانه نماز جمعه خوانید. این فتوایی است که البته همه علمای امروزه عالم اسلام چگونه عبدالحمید کش میگوید ما وقتی که در زندان بودیم همراه با برادران اخوانی در زندانهای بدبخت جمال عبدالناصر لعنه الله آنجا ما جمعه میخواندیم، در فتاوای ایشان هم هست. و از جمله حضرت داملا محمدی استاد
خداوند نگهشان دارد. در کتابی که با زبان فارسی برای طالب علم ها صادر کرده نوشته‌اند، رساله در بیان مسائل اصطلاحی، حضرت در مسئله 13 می فرمایند، من عبارت ایشان میخوانم چرا که من به حضرت دام الله خیلی اخلاص دارم و او را استاد خود میدانم و دعاگوی خود میدانم، خداوند نگهشان دارد. خیلی عالمی متقی هم هستند، کتاب بینی زیادی هم دارند، لایق مفتگی هم دارند. از کتاب ایشان میخوانم، از جمله مسئله جواز جمعه است در محبس خانه ها، در قرارگاه اسکرها و در شفاخانه ها.
بعد توی کشید انشاءالله بعد تویتون با اثر نو تجدید نکاح میکنید ضرر ندارد. اگه من نکاحگر نیستم دادر عزیز خدا نگه دارد. اگر من شما رو نکاح کنم بگم هر روز با بالای و تشویش زایتین با نکاح گیریدم یاد گیرم. کدام وقتی یک آدم خوب بود بچه‌ش زن میداد بسیار مجبور که اگه شما نکاح میکنید من نکاح نمیدونم آخر برای خلاص من همه آدم‌ها رو نکاح میکنم که زنی دیوم گیرن بالای من زنی یکم نکاح خیلی خندیدم با اون نکاح بیا آسان‌تر است به تشویش. السلام علیکم بابا ایشان، من جمشید هستم از قشلاق خالبای قره. از زبان شما فهمیدم میخواهم که شه و عروس نو تا چند روز نماز نمیخوانند. من زن گرفتم به من میگویند که تا 40 روز نماز نخوان، اگر خوانیم قبول نمیشود. التماس بابایشان جوابش را گردانید، من انتظار هستم. خوب این مصیبت است. آره دادر عزیز جمشید خدا شما را بختیت با عروست، لیکن نماز هیچگاه ساقط نمی شود. خصوصا برای شه عروس نو لازم است که اونها نمازشان در سری وقت خوانند. بالای نماز باز 2 رکعت نفل برای شکرانی این نعمت که خدا اونها را به وصال یکدیگر رسانده است خوانند. در که بهترین نکاح نعمت نکاح هست که خدا شما را رسانده است. عروس و دامادای زیبا پیش از آن که جای خانه عروسی تا می‌درآید طهارت کنید 2 رکعتی نماز خوانید، بعد از آن به یکدیگر نزدیک شوید. اینطور که نماز نخوانید این در اسلام نیست. خواهرای عزیز من میفهمم حتی در ماه مبارک رمضان اکثر جوانای ما زن میگرفتند، ماه مبارک رمضان روزش میخوردیند بچو. بنابر من چند بار حتی لعنت هم کردم پدر و مادرایی که 2 روز موندگی 1 روز موندگی رمضان در عروس میبرن خانه‌شان. اینها برای همون بچه دختر جبر میکنن. از این سبب جمشید جان دادر عزیز نمازات در وقتش خوان. کلین هم گو نماز در وقتش خوانه. آنقدر شبای طولانی داریم، روزای طولانی داریم، از صبح بعد آفتاب برآمدن بامداد تا ساعت 50 کار کنی اگر حوصله تام میگیرد. برای نماز قضا کنه هیچ عذر نداره. بنابراین کسی یک نماز قصداً ترک میکند پیغمبر خدا او را از ایمان جدا میشود گفتند. کسی شما را این گپ گفته است وای دشمن اسلام است، وای دشمن شما هست. دادر عزیز نمازاتان نخوانید بچهای خوشرو. خب حضرت ایشان من یک خواهر اسلامی شما هستم، الحمدلله نمازهامو میخوانم اما شوهرم را نقض نمیبینم، حرمت کرده نمیتوانم، مجبوری با او زندگی میکنم. میخواهم که از او جدا شوم تا که گناهی من زائد نشود. من این حق را دارم یا نه؟ اولا خواهر عزیز اگر صدای من شنوی این نوار به دست تو رسد، من به شما خواهش میکنم و التماس میکنم که با شوهر زندگی خود ادامه ده. شوهرت احترام کن. زیرا قرآن در پروردگار میگه و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. بسیار چیز است که شما او را ناخوب میدارید، ناخوش میدارید، اما شما شاید عاقبت خوب داشته باشد. شاید این شوهری که الان شما او را دوست نمیدارید اگر با او زندگی خود ادامه دهید، صبر کردن گیرید، از او فرزندای خوب برای شما شود. آینده انشاءالله خرسند بشوید. خوب وقتی که هیچ امکانیت زندگی کردن براتان نباشد، شما به اون نفرت دارید، او به شما، اسلام برای شما اجازت داد از خلع، یعنی راهی جدا شدن زن از شوهرش این خلع است. مانند شما بارین یک خواهر زیبای در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پیش پیغمبر خدا آمد، گفت یا رسول الله این شوهر من اخلاقی بد ندارد، با دیانت و با تقواست، اما من زیبا هستم و او بسیار ناکرایی میدکی بیکاره. به خاطر همین ناکرایی میدکیش من او را نمیخوام که زندگی کنم، میخوام جدا شوم. یا رسول من نمیخوام که در حالت مسلمانیم باز مرتکب گناه شوم و شوهرم ده خیانت کنم. حضرت گفتن همون مهری که در وقت نکاح به تو داده بود یک باغچه بود، همون باغش گردانده میتی؟ گفت آره یا رسول میتیم، از وای زایتی هم گوید میتیم. حضرت شوهرش فیرات کردن. حضرت شماس ابن قیس بود کدام بود، گفتن با مهری دادگیت گیرو این آزاد کن، طلاقش کن. بنابراین خواهر عزیز وقتی که شما شوهرتان ادامه زندگی تا ممکن نباشد،
شوهرت گوی که شوهر عزیز که من تو رو نقض نمیبینم، زندگی من در این خانه مانندی بودنی من در زندان هست، بنابر همون خراجاتی که در توی برای من دادی مثلا $200 $300 همون من به تو میتیم طلاق کن. حق داری. اگر رفت او قبول نکند نزد یک عالم یک قاضیات مراجعت کن، اونها شما را حق دارن باید جدا کنن. خواهی این زندگی اسلام این نیست که مرده خواهی نخواهی قطعی و زندگی کنی، این تو در اسلام نیست. شما آزاد است خواهر عزیز. السلام علیکم. من در وقتش صغیره بودم، زن گرفتم، مرا پاوسکه آمد، من به عسکری رفتم، جواب زنم را دادم، بعد از عسکری آمدم زنم رفته است. بعد 40 سال وقتی که آب گرم رفتم، مرا زنکا گفتن که همین بچه تو است. بابایشان من در همان بچه حق پدری دارم یا نه؟ خوب برادر عزیز، وقتی که 40 سال بود یگان بارم سراغ نکردی، خوب در وقتی که همسرت سر دادی آیا تو میدانست که او حامل دار بود یا نه؟ خوب که در این بابم چیزی نمیدانی. اگر رفت و همون زنهایی که همسر شما رو میدانستن، اگر کدام اونها دایه باشد، دانن که بعد از سر دادن شما تا 2 سال اگر او کودک کرده باشد، او کودک از آن شما هست، نسبش از شما ثابت می شود. بنابر همین شما از همون زنها پرسیدم، یک زنم شاهدی تید اگر دایه باشد ما قابل میگه نه، شاهدی تید که همین از نکاح شما یا دایش من بودم، او فرزند شما هست، شما باید او را تربیت کنید، او باید شما را همچون پدر احترام کند. خوب در این باب اکن البته شما خودتان روید از ما آدم ها پرسید، در آنجا آب گردم علماء ها بودگیست، نزد اونها روید، تفصیل زیاد استین. هیچگاه شریعت کسی را حکم به حرامی نمی کند مادامی که امکانیتش باشد برادر عزیز، زیرا که اقل مدت هم 6 ماه است، اکثرش 2 سال است، حتی از 2 سال اون طرف هم
دارد که بهترین یراق است. مسلمان باید که صبر و استواری داشته باشد در مقابل بحران‌های زندگی دست به خودکشی زدن. این حرام است. این حتی رسول اکرم حکایه کردن در امتهای پیشین، گفتن یک آدم مجروح شد در جنگ مجروح شد، جراحتش بسیار تبابت نمیشدگی بود، آزاری بسیار یافت، از جانش بیزار شد و کارچه را گرفت و دست چه برید این رگی خونگردی کلانش برید، دیگر خون رفت و مرد. وقتی که پیغمبر خدا همین سخن گفتن، حضرت از پروردگار نقل کردن که خداوند در جواب این بنده چی گفت؟ این بنده که خودکشی کرد، پروردگار گفته که بادرنی عبدی فی نفسه فقد حرمت علیه الجنة. این بنده پیش از آن که من روح او را قبض کنم پیش دستی کرد و خودکشی کرد، من به او جنت حرام گردانیدم. حدیث بخاری و مسلم است. بنابر کسانی که خودکشی میکنن به خاطر وزنینی روزگار یا به خاطر قرضداریشان یا به خاطر یگان وضعیت زندگیشان خودکشی میکنن، من از این منبر رسول اکرم میگم که جنت برای ویا حرام است. اونها را جنازهشان درست نیست. از خودکشی کردن چی میبره دادر عزیز؟ از اما آدم التماس پرس، از اما قرضدارات که من 1 سال مهلتی من رسیارم یا جا کار کنم شاید پول اونها رو یافته. از این مردن چی میبرایی؟ به این کشتن چی؟ مگر خودت خلاص کردی فرزندات چا میکنی؟ غم بیار نمیخوری. بنابر کسی خودش فلاح میکشد، رسول اکرم در حدیث بخاری گفتن در دوزخ خداوند بند می آویزد از آتش، هر روز فلاح کشیدنش میگیرن. کسی خودش با کارد میکشد، خداوند در دوزخ دست کاردی دودمه میتید، هر لحظه خوش به او کارش کمش چاپ کردن میگیرد. یا کسی داره میخورد زهر میخورد خوش میکشد، خداوند این زهر در دستش دوزخ پیدا میکند، هر لحظه همون زهر خورده مرده میگیره، باز زنده شدن میگیرد. نخواد که مسلمان خودکشی کنند. مگر اهل محله زنده نبودند که همون صاحبای قرض میگفتن ای تام مسلمان هستی، اینم مسلمان است، خوب 1 سال مهلتش ده. پروردگار قرآن ما میگه که و این کان ذو عسرة فنظرة الی میسره. آی پول دارا، وقتی که شما برادری مسلمانتان قرض میتید، او قرض شما را داده نمیتواند، میدانید که زورش نمیرسد، او را مهلت تید، 1 سال و 2 سال و 5 سال مهلت تید. این است مسلمان. نخواد که مسلمان خانه برادری مسلمان شگرد کودک کچولی که اونا را در داشت مونه. لعنت خدا بر همون ثروتمندی که به خاطر پولش شده برادری مسلمانش از خانه بیرون میکند. اوبال بازش. سوال دوم، یک برادرم ریش ماند و به او یک زنک گفت که ریش ماندن مکروه است و گفت و چی گفته ندانست که چیکار کند. همین سوال را گفت که به بابای ایشان رساند. آیا گپ همین زنک درست است؟ دادر از این ما در تاجیکستان مال زنی مفتی نداریم، عادتا زنها مفتی شده نمیتونن، بنابر گپی و گپ نبود. شما از یک عالم پرسه که آیا ریش موندن مکروه است یا سنت است؟ ریش سنتی پیغمبر خدا های. او زنک بیچاره خودش که ریش نداره، برای همین بخیلی میکنه آدمو که ریش مونن، میخواد مردکم رنگی ما زنک مجاز باشن به ریش باشن. بنابراین این ریش سنت است، این ریش فعلی پیغمبر خدا است، این تراشیدنش حرام است. این بنابر جوان از این نخواه که با گپ یک زنی کوچه شما ریش زیبای خود تراشید. بنا از همین رو سر کردن، اگر سخن من شنی ریشات را خوشرو کمون، اگر همون زنده که بینی گو که مادر عزیز من مرد هستم، آخر ما رو خدا مردها رو بریش زینت داده است، شما زنکار بریش زینت داده است. بنابراین من نمیخوام مانند شما زنک مجاز باشم. بنابراین آدمای بریش زنک مجاز هستن. بچه های خوشرو شما مکتب خانه رو نه، من از 60 بالا رو میگم، از 60 بالا ریش نمونه مورا. خب بابایشان موی سر موندن به مردم ممکن است یا نه؟ موی سر ممکن است. موی سر مونتان زیبانه که همیشه تربیهش کنه، شانه کنه، خوشرو شامپون قطی شوید، جرغات قطی شوید که
یعنی هر یک آدم دیدگی هوس کنه که مسلمان این جوان زیبای مسجدی موی سری تازه خوشرو دارد. پیغمبر خدا موی سر داشتند. دادر عزیز، السلام علیکم استاد عزیز ایشان نورالدین جان. ما یک گروه مخلصان شما الان به سبب صدمه اتومبیلی در بیمارخانه خوابیم. از شما خواهش میکنیم که در حق ما دعا کنید. با احترام فرهاد جان از ناحیه حصار. خداوند این دادرای عزیز ما را، این جوانایی که خداوند ما را به این واقعی ناخوش مبتلا کرده است شفای کامل تید. همه جوانا را از این صدمه های اتومبیلی، از این بلاهای ناگهان، خصوصا شما را عاشقان مدرسه محمدی نگه دارد. خداوند فرهاد جان دادر ما را شفا تید که با بالای بچه هاشان خیز و سلامت بیاید. بابایشان من 2 سال پیش خانه‌دار شدم با ریزاگی پدر و مادرم. از بین چند مدت نگذشته نمیدانم که از روی دوستداری یا که از روی رشک بود، من به همسرم گفتم که اگر از خانه بیرون برایی یا به خیشانی من یا به خیشان خودت گپ زنی یا دستکی سلام کنی به من به برگه های درخت طلاق. این نمیموری تو باری رشتو. در نگذشته من پشیمان شدم. باز اجازت دادم، از دروازه برآمد و به خیشان خودم و خیشان خودش گپ زد و سلام کرد. عاقبت این کار چی میشده باشد؟ خب اکنون اونجا به اجازت من که گفتی، وقتی که اجازت دادی البته طلاق نمیشود دادرزله. که من از همه شما جوانا خواهش میکنم همین قسمای بیجا رو نخورید. زندگی آخر برآمدن و درآمدن دارد. زندگی خیش و تبارچگی دارد، رفت آمد دارد. نخواد که بیکار و بکار زن تگویی که خانی پدر روی به من طلاق، یا به اجازتی من از خانه برای تو طلاق. آخه وای محبوس است برای تو، وای آزاد است. و اگر خواهی شریعت اجازت داده است ان الله اذن لکن ان تخرجن لحوائجکن. پیغمبر خدا میگه به زنها خطاب کردن که ای زنهای مسلمان، شما را اسلام اجازت داده است که به خاطر حاجتاتان بیرون برایید. لازم شان شود بازار میروند، لازم شان شود دکترخانه میروند، لازم شود پدرش بیمار باشد کسلی خبرگیری میره. این چینا معقولی است که به اجازتی من روی به من 3 طلاق. باز آدمی 3 طلاق گفتگی. من چند بار گفتم وای مرد میشد. شما جوانای از این نامرده قسم میخوره طلاق نیم نگشته پشیمان میشه. مردم اگه دیگه مردیش نمیستد، برآمد را رفتن میگیره دیگه، عقباش نمیگردن. میخورید شما همین قسمای بی آدابانه رو میخورید. خوب به زبان ملایم گو که عروس من راضی نیستم از خانه به اجازتی من برای همین قدر هم میشه. اگه باید تو رو حرمت کند به اجازه تو دی جان میرود، لیکن حرمت نکند 100 طلاق خوری برآمده میرود. با خودت مرده میسوزی. من رنگی مردک باری چا میکنی همین نامعقولای زایتر میکنید. بنا عزیزان من بچه های خوش رو زنهار نام طلاق دهنده نگیرید. زنهار به طلاق قسم نخورید. طلاق ویران کننده عائله است. طلاق ویران کننده عصباتان است. یتیم کننده کودکاتان است. این طلاق استفاده نبرید هیچ حالت. دادر عزیز خوب اگه این بچه به اجازت من که گفته بود است در اول، بنابراین امروز که اجازت داده است همسرش طلاق نمی شود. لیکن دویم بار این نامعقولیت نکن. خب بابایشان آدمانی که برای سبب رزق و روزی برسیه و مردکاری می روند با سببهای گوناگون از دنیا می گذرند، اونها را به وطن بیمه بیارند. شستن در کار است یا نه؟ اگر آنجا شستگی باشند، حالا بسیار که من میدانم وقتی که اونجا وفات میکنن رفیقاشان میشوین، خوشرو میکنن، کفن میکنن، ثانی میبیارن. دویم باره حاجت به شستن نیست، هوای کفایی میکند. اگر همونجا جنازه کرده باشن جنازه همونها هم کفایی میکند. لیکن اگر رفت و جنازه نکرده باشن یا خوشان تعیین کنن که ما شستگی نیستیم، ما از دکترخانه هم تو روان کردیم، برارید شوید خوشروک ثانی کفن کنید برده بعد دفن کنید. خداوند اینا را بچه های ما را نگه داره که در مسافرت ها. البته این مرگ غریبی شهادت هم دارد، مقام بلند هم دارد، لیکن خدا همشان سلامت دارد و به خانه هاشان سالم بیایند. خب اکنون یک سوال دیگه میخوانم بعد از آن دعا میکنیم. سوالای دیگه شو با جمعه آینده من اینا رو برمیشم. السلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم.
ای فخر طالب علمان و مسلمانان تاجیکستان، بابایشان نوردین جان، من مخلص شما از ناحیه واسه می شوم. التماس به سوال من جواب دهید. من یک برادر داشتم با یک رقاصه ساز گرفت، هر دو شب و روز کار حرام میکردند. من چندین مراتب گفتم که خداوند برای زناگاران دوزخ پر عذاب آفریده است، لیکن آنها سخنان من را گوش نمیکردند. بسیار که دیدم از راه بد نمیگردند، من مجبور شدم هر دو اینها را نکاح کردم و از این کاری من هیچ کس راضی نیست. من خودم در دانشگاه اسلامی تحصیل میکنم، لیکن این برادرم غیر از این باز زن دارد در قشلاق. او در وقتش خوراک و پوشاک آنها را تأمین میکند، یگان کمبودی نیست. اما ینگم تا حال مرا دعای بد میکند. بابایشان با اینها نصیحت میکرد که من دعای بد نکنم. من هم زن و فرزند دارم، خداوند شما را نگه دارد. لیکن گفتنی هم که من به این هر دو کلمه شهادت تلقین کردم و هر دو کلمه عرضه کردن، بعد نکاحشان کردم. صدرک شکر خدا که حاضر او زن هم با سطر است و 5 وقت نمازش را میخواند. آیا من کاری درست کردم؟ آره دادری عزیز، خدا شما را نگه دارد، عمری دراز و تیاد. کاری خوبی کردی، این جوان از آتش دوزخ نگاه داشتی. من به این جوان و به او همسرش که پیشتر به حیا و به آداب بود خطاب میکنم که شما از گناههای کردگیتان توبه کنید، در روی جای نماز گاه آبی دیده ریزید که خدایا ما از روی نادان به این مصیبت، به این بلا مبتلا شده بودیم. الحمدلله که اکنون تو ما را نجات دادی، خدایا گناههای ما را گذر. خدا گناهشان نمیگذرد. شما دادر عزیز از او دعای ینگتان خفه نشوید، انشاءالله دعای وی جا را نگیرد. زیرا شما کاری خوب کرده، کاری کرده که در وی خوشنودی خدا هست، بنابر دعای وی در حق شما دعای خیر است. اگرچه دعای بدم کند، در حق شما خداوند او را خیر مبدل میکند. بنابر من به او کلین هم خطاب میکنم، کلین عزیز، به این هم جوانا شوهرای شما اکثرش من چگونه است مراجعت خواهرها میدانم برای بد رفت ایستادن، خیانت به همسراشان کرد ایستادن. تا از اون خفه شدن شما خودتان اجازت دید با نکاح اسلامی زن گیرن و شما را عائلتان حرام نکنن. زیرا که جوانهایی که زن نکاحی دارن و باز به زنا می روند، امام قرطبی در تفسیر سوره نور آیه مبارکی از زانیت و از زانی را تفسیرش میگوید لا ینکحها الا زان او مشرک، نکاحش با همسراشان بریده میشد. بنابراین تا نکاحهای شما شبهناک شدن و ویران شدن، بینه که شوهرتان بیراه شده است، به او فهمانه که مرد عزیز من راضی هستم تو به نکاح مسلمانی کسی را گیرو، اما زنا نکن، عائله من ویران نکن، نکاح من ویران نکن، خانه من حرام نکن. خواهر عزیز، نکاح کسی با نکاح اسلامی زن میگیرد، اگر کسی دیگر او را طعنه کند یا حقارت کند یا ملامت کند، اکثر فتواها در حکم به کفر کردند. خواهر عزیز شما مسلمان باشید، در این باب باید که
بسم الله الرحمن الرحیم. این جمعه را انشاءالله من با شما صحبت میکنم. این هم باشد مکتوب هایی که دستی منده بود، مقدار زیاده. بعضی اونها را انشاءالله به شما جواباش میگویم. بابایشان جان، پسر من در خانه پدرش کلان شده بود. در سن 15 سالگی از دست ستم پدر و مایندر خواست که دست به خودکشی زند. از دست عذاب رو به گریز آورد و به خانه تقایش رفت. پیش از آمدن پدرش میگوید اگر به پیش مادرت رفتی آبت کردم. پسرم از دست ستم رو به گریز نهاده است. آیا آب پدر شد یا نه؟ بابا جان، آیا انسان در بدنش هر گونه قسمهای گرگ را کشال کند و خصوصا ناخن و موضعش را آویزان کند، درست است یا نه؟ سید الاولین والآخرین. امروز ایشان مولا محمود جنازه شدیم برای خویشاوندان همسرشان، اونجا جنازه رفتن. بنابراین این جمعه را انشاءالله من با شما صحبت میکنم. این هم باشد مکتوب هایی که دستی منده بود، مقدار زیاده. بعضی اونها را انشاءالله به شما جواباش میگویم. بسیاری از مخلصان سوال میکنن که شما این وقتا سوالای ما دو جواب نمیگویید. دادرای عزیز، آن جواب هایی که مولا محمود جان میتیند اونها به عینه جواب های ماست. زیرا از همون کتاب هایی که من هم مطالعه میکردم میدم، ایشان هم همون کتاب میبینن مطالعه میکنن. بنابراین جواب او جواب ماست. خداوند سلامتتان داره به خاطر محبت و اخلاصتان. وقتی که مسجد می آمدم، برادر عزیز از عاشقان مدرسه محمدی مولا محمد جان التماس دعا کردم برای کیلینشان که امروز جراحی داشتیان و چند نفر دیگر هم اونجا التماس دعا برای پدر و مادرشان کردن. از این منبر رسول اکرم که انشاءالله این لحظه ها لحظه های اجابت دعاست، عاجزانه دعا میکنم و از شما هم خواهش میکنم که آمین گویید. پروردگار این کلین شفای کامل عاجل نصیب گرداند و براش فرزندای صالح و روشنایی چشم پدر و مادر به دنیا بیارد و جراحی که امروز می شود خداوندا به خیر گذاشتن براش نصیب گردان. و برادری که هم برای پدر و مادر التماس دعا کردن، خدای ایشان هم عمر دراز و پدر و مادرش شفای کامل نصیب گردان. این ماه عزیزان من ماه ربیع الاول است. امروز روز 8 ماه ربیع الاول، روز جمعه سر ماه بود. البته این به حساب ماه است، به حساب سعودیه است، به حساب شنیدم شورای علماست. اما به حساب حجاز بود روز شنبه سر ماه ربیع الاول بود. به هر حال امسال ماه ربیع الاول از سبب آنکه شب ابر بود، شب جمعه شب شنبه ماه دیده نشد. بنابراین به حساب ماه سفر ربیع الاول 29 هست. این سفر 29 هست، ربیع الاول جمعه میشه. اگر کدام شما شب جمعه
ماه دیده باشید، قشلاقای کوهید زندگی میکردگی یا جاهای بلند استقامت میکردگی ها میتوانید شاهدی تید که شب جمعه یعنی روز پنجشنبه اگر هوا صاف میشد انشاءالله میتافت. دیگه هوا ابر که بود بنابرای دیدنش امکانیت نشد، حتی شب شنبه هم دیدنش امکانیت نشد. خلاصه خواه شنبه و خواه جمعه این ماه ربیع الاول است، ماه تولد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است، ماه منور شدن عالم به درخشیدن ستاره محمدی است. همه شما را عاشقان مدرسه محمدی به این ماه نو تبریک میگویم. خداوندا این ماه نو برای همه ما و شما ماه خرسندی و شادی، ماه سلامتی بیماران، ماه سلامتی مسافران، ماه آزادی زندانیان و محبوسان و ماه تنجی و فراخ دستی و فراخ رزقی برای همه ما و شما و امت اسلام بگرداند. آمین یا رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. خداوند در قرآن عظیم الشان به ما و شما سپارش می‌دهد فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. بعضی مسئله های شرعی و احکام های دینی که برای شما معلوم نیست او را عمیق نمیدانید، از پیشواهان دین خود از صاحبان علم سؤال کنید که رسول اکرم گفتند شفا و دوایی به نادانی این سؤال کردن است و پرسیدن است. بنابر همین خصوصا در باب عقیده هیچ کدام از ما و شما حق نداریم چیز شبهناک شود و او رو نپرسیده گشتن گیریم. من از یکی نمازگزارانی کدام مسجد که با واسطه مکتوب به من جوان دستی من داد آگاهی یافتم، وقتی که او جوانه که خود نمازخوان است مسجدی است درباره ملائکه ها سوال کردیان، او گفته است راست چه گویم من به اینها باور ندارم. او در کجاست که من نمیبینم؟ وقتی که نمازگزاران حالش این باشد، او کسانی که از نماز دور هستند، از مسجد دور هستند، از صحبت علما دور هستند، مثل دانشجویان مکتب‌های عالی و میانه، حال و یا چیست که حالا ایمان آوردن به ملائکه های الهی یک رکن ایمان است. عزیزان من، ایمان ما و شما به او درست نمی شود، نکاح ما و شما به او درست نمی شود، جنازه ما و شما به او درست نمی شود. اسلام 6 رکن دارد، هر کدام او دو باور کردن و تصدیق کردن حتمی و ضروری و فرض است. یکی از اونها وجود الله جل جلاله که این عالم همه در اختیار اوست، این عالم صانعش و خالقش اوست، این عالم مربی و مدبرش اوست. یکمین. دوم ایمان آوردن به ملائکه های الهی. ببین آمنت بالله و ملائکته. ملائکه های الهی یعنی فرشتگان الهی. فرشتگان الهی کیا هستند و از چی آفریده شدند؟ که سالهای پیش من صحبت مفصل 1 ساعته داشتم، معلصف و نوارهاتون شاید فراموش شدن، شاید در خانه هاتون هست. خوب باز کوتاه تکرار میکنم. ملائکه ها آفریده شدن از نور. خداوند 2 مخلوق دارد به چشم دیده نمی شود. یکی ملائکه است که خداوند ها را از نور آفریده است، یکی جن ها هست که اونها را خداوند از آتش آفریده است. ملائکه ها خیلی زیبا و خوش صورت هستند، به هر شکل اونها پیدا می شوند، به شکل انسان هم به شکل چیز هم. خلاص از چشم ما اونها پنهان هستند. اونها به خود وظیفه های دارند
هر کدامش وظیفه های دارند، وظیفه خودشان اجرا میکنن. اونها هم مقام و مرتبه دارند. یعنی تاجیکی اگر به اصطلاح شما امروزه گویم، این ملائکه ها قوه های مسلح خداوندی هستند. مثل که حکومتدارا قوه های مسلح دارند، با آن افتخار میکنند. قوه های مسلحشان چقدر به قوت باشد با تهدید هم میکنند ضعیفا و ناتوانها را. این فرشته ها قوه های مسلح الهی هستند. بعضی اونها مرتبه و مقامشان بالاتر از دیگرش است، با بعضش مرتبهش بالاتر از دیگرش است. مثل که اینها ادمیرال دارن و گنرال دارن و مارشال دارن و پالکونیک و پالکونیک دارن. فرشتگان الهی هم همینطور هستند. مقربان درگاه الهی از همه بالاترین و افضلترین اونها جبرئیل امین است که وظیفه او آوردن وحی از جانب خدا برای پیغمبر است. 4 ملائکه مقرب، اینها از همه مقامشان بالاترین ملائکه است. حضرت جبرئیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل که این ملک الموت میگن در قرآن. خوب باز دیگر ملائکه ها وظیفه های بعضیش برای محافظت انسان هستند. هر کدام ما و شما را عزیزان، همون کسانی که ملائکه را وجود چه انکار دارند، همون ناشکرها را هم خداوند براش ملائکه های محافظ و پاسبان آفریده است. در پهلوی هر کدام من و شما 4 ملائکه پاسبان است. اگر اون ملائکه های پاسبان نباشند، جنها در یک چشمک زدن ما و شما را از بین میبرند. خداوند همون کسانی که ملائکه ها را باور ندارن و مسخره میکنن به جنها مبتلاشان کن. چی میگوید؟ خوب بنابراین این ملائکه ها دی ایمان آوردن فرض عزیزان من این شمال هایی که می شود اینها در اختیار ملائکه هاست. یک گروه از ملائکه های الهی قوه های مسلحش وابسته به آوردن شمال است، یک گروه دیگرش وابسته به آوردن باران است، یک گروه دیگرش وابسته به آوردن برف است، یک گروه دیگرش وابسته به زمین جنبی هاست، یک گروه دیگرش وابسته به کوه هاست که کوه ها رو جاری میکنه بالای شهراده. برزیلی رو دیده چطور کرد؟ و یا رو به چشم نمیبینیم ما. قرآن چی میگوید؟ و ما یعلم جنود ربک الا هو. خداوند فرشتگان خودش قوه های مسلحش یاد کرده. جنود، لشکر خدا را غیر او کسی نمیداده چند قدر است عددش. میلیون است، 10 میلیون است، میلیارد است، 100 میلیارد است. غیر ذات پروردگار شتبی گنرالی خودش دیگر کسی نمیداند اونها را. بنابر کسی میگوید که من به ملائکه ایمان ندارم کافر است. او را نه نمازش فایده دارد، او را نه خیر و احسانش فایده دارد. همون لحظه که جان به برآمدن شروع کرد او را سکرات موت میگن. هر کدام من شما اون لحظه رو ببینیم. همون منکران قیامت هم میبینن، همون منکران ملائکه هم میبینن. سکرات میگن خرخر پیدا شد و غرغره و بچهش کشاده میموند. خداوند به این پرده ها و مانعه های این دنیا بودگی را از پیش چشم میبردارد. با میبینه مسلح های الهی چگونه میبیاین، مفتشاش و ملائکه های دهشت چگونه به وقت میبینند. فبصرک الیوم علیک حدید. وقت بعد دیر میشود. و ایمان آوردن به فرشتگان الهی رکن اساسی ایمان است. آمنت بالله و ملائکته. پدرای عزیز، من بسیار از شما خفه هستم که شما بچه هاتان و دختراتان از خردسالی آمنت بالله را تعلیم نداده. شما در پیشگاه خدا حتما جوابگر هستید. حالا این جوابگری که حکومتدارا کردیم برای بی‌پرواگی فرزند، این خواهد جریمه باشد. اما خدا خیلی عذاب سخت میکنه پدر و مادری که بچه هاش از ایمان به خبر موند. آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر و القدر خیره و شره من الله. این 6 چیز به ایمان آوردن عزیزان من فرض است.
یکی سیوم رکن ایمان، ایمان آوردن به کتاب‌های آسمانی است. ایمان آوردن به کتاب‌های فرستاده شده از جانب خدا. پروردگار پیغمبراش فرستاد، برای هر پیغمبرش دستورالعمل فرستاد، برای هر پیغمبرش کنستوتسیا فرستاد. آدم هم فرستاد برای چند صحیفه کنستوتسیای زندگیشان فرستاد، حرام حلال بیان میکردگی. شیس هم فرستاد این چنین. آخر موسی را فرستاد براش کتاب کنستوتسی به نام تورات فرستاد. داوود فرستاد براش کتاب به نام زبور فرستاد. عیسی را آخر فرستاد براش کتاب به نام انجیل که بیبلیا میگن فرستاد. اینا کتاب خداست. ما همش دی ایمان داریم، باور داریم که از نزد خدا آمده هستند. اما هر کدام او وظیفه خود تا آمدن کنستوتسی نو انجام دادن، به همین کارشان تمام شد. و آخرین کتابی که خداوند برای آخرین پیغمبراش فرستاد این قرآن عظیم الشأن است. یعنی این کنستوتسی آخرین خداوندی است برای بندگانش تا روز قیامت. آمدن قرآن همه کتاب‌های پیشینه را حکمش بیکار کرد. ما باور داریم تورات کتاب خداست لیکن به او عمل نمیکنیم. ما باور داریم انجیل بیبلیا کتاب خداست لیکن ما به او عمل نمیکنیم، زیرا ما را خدا عمل او را بیکار کرد با فرستادن قرآن. مثل که کنستوتسی کنه با قبول کنستوتسی نو بیکار می شود، مانند همین آخرین کنستوتسی الهی این قرآن است. عزیزان ما بنابراین به این باور کردن در کار هستیم. چهارم رکن ایمان، ایمان آوردن به پیغمبران الهی است. تمام پیغمبرای خدا از نوح سر کرده تا رسول اکرم که البته شمارش انیق برای ما معلوم نیست، این هم فرض است. ما به همش ایمان داریم، به موسی هم، به سلیمان هم، به داوود هم، به یوسف و یعقوب هم، به عیسی و محمد هم. ما همش باور داریم. اگر کسی یکی از این پیغمبرها را قبول ندارد او هم کافر است. این خدا قرآن گفته است. بنابراین عزیزان در باب پیغمبرها خیلی با احتیاط باشید. هیچ کدام اونها را در بارش سخنی به آدابانه نگویید. مثل که یهودی ها و مسیحی ها در باره پیغمبری بزرگواری ما میگویند خوشان کافر کردیم، بنابراین خدا اونها را کافر میگه. لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین. وقتی که من و شما هم عیسی را در حقش سخن تحقیر آمیز گوییم یا موسی را در حقش سخن به آدابانه گوییم، کافر میشیم. اگرچه شب و روز به قرآن عمل کنیم، اگرچه شب و روز به محمد محبت کنیم، کافر هستیم. در این باب خیلی احتیاط باشه بچهای عزیز. والیوم الاخر، پنجم شاخه ایمان، رکن ایمان، ایمانی به روز قیامت است. ایمانی به زنده شدن بعد از مرگ. این دنیا خواهید نخواهید فرفته این ترقیاتش نشوید، فرفته این بالای ماه برآمدناشان کیهان برآمدناشان نشوید، فرفته در بالای بحرها سحر ساختناشان نشوید. مثل دوبای بارین روز اینها همش فنا میشوند. در باره قیامت من با شما صحبتای زیادی داشتم. تفسیر سوره اذا الشمس کورت و اذا السماء انفطرت و اذا السماء انشقت بیان کرده بودم. ان همون روزی که اینها همش نیست میشوند، نابود میشوند، او روز آخر میگویند، روز تمام شدن دنیا و سر شدن دنیای دیگر. و نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ینسلون. این منکران قیامت، این متکبران خواهند نخواهند، این دنیا در اختیار اونها نیست. طرفت العین جهان برهم زند، کس نمیداند که آنجا دم زند. خدای مقتدر و توانست در یک چشمک زدن هم را از بین میبرد.
نه از دست آبام چیزی میبیاد و نه از دست دیگراش. باید این باور داشت، این ایمان داشت. ان همون روز ما و شما همه از خاک زنده میشیم دویم باره برای جزای اعمال، برای گرفتن مکافات کارهایی که در این دنیا انجام دادیم. بنابر روز قیامت در سوره الحمد چی؟ مالک یوم الدین میگویم، خداوند مالک روز جزاست، روز پاداش دهی. ما و شما را آن روز پاداش میدیم. شما مسجدی ها و نمازخانه پاداش میگیرید، ثواب، خرسندی خدا، خوشنودی خدا، بهشت جاویدان. به نماز و عرقخورها و کافرها و کزیناروها پاداش میگیرن زندان پرعذاب دوزخ. باید این باور کرد. کسی زنده شدنی بعد از مرگ باور نداره و هم کافر است. شاعر میگوید فرو شدن که بدیدی برآمدن بینگر، فرو شدن که بدیدی برآمدن بینگر، غروب شمس و قمر را چرا زیان باشد. ببینید دانه را در زیر درخت زمین میشینانی، خب اون الان تیر ماست، شما گندما رو زیر درخت شینانده زیر زمین ده، فصل بهار که پیدا شد چی؟ برآمدنش سر می شود. هر دانه که در زیر زمین شینانه می براد، چون جسدی من و تو وقتی که در زیر زمین می برارن میشینانن دفنش میکنن در لحد، چون این نمی براد. کنی منطق، کنی عقل. گندم می براد، جگاری می براد، چگید می براد، ارزن می براد، چون انسان جسمش نمی براد. این تحت غفلت منکرای قیامت که شیطان فریبشان کرده و شهوت هلاکشان کرده از گوششان پرت آیند. چگونه که بار اول به دنیا به اختیار خودشان نآمدن، پگه زنده شدن هم به اختیار اونها نیست. همون خدایی که آوردشان هوای باز زنده شان میکند. از اینا نمیپرسد، آره اینا نمیخوان زنده شوند برای این کردارشان فقط جزا بینن، لیکن از اینا نمیپرسد. فرو شدن که بدیدی، خیام است این شعر خیام است، کسی از خدا رحمتش کنه. برآمدن بینگر، غروب شمس و قمر را چرا زیان باشد. ببینید من آفتاب میره بشین این جانب، از اون طرف با همه آفتاب میبراد، دیگه اونجاش کم شد؟ نه. جسم من و تو هم وقتی که در درون لحد میگذارن، اگر با همون جسم همون حالت شکلی با میبراد و گم نمیشد. کدام دانه بر زمین فرو برفت که نروست، کدام دانه بر زمین فرو برفت که نروست، نبرآمد، نروید. که بر دانه انسان چنین گمان باشد. انسان هم دانه دارد، چون به این ممکن نبوده زنده شدنش. چگونه کامونیستان میگفتن ما هی الا حیاتنا دنیا و ما نحن بمبعوثین. زردت کرده. حالا میبینی بارگردن که این کرسیز گفتی گوزبن. این پنجم رکن ایمانه. ششمش عزیزان من والقدر خیره و شره من تقدیر. هرچی در این عالم می شود به اندازه و تقدیر خداست. خواه تنسعتی، خواه بیماری، خواه تشویش و خواه غم، خواه خرسندی و خواه ماتم، خواه صدمه های اتومبیلی، خواه فلاکت های دیگر، خواه ثروتمندی و خواه کمبغلی، خواه منصبداری و خواه بیمنصبی، همش تقدیر خداست. خداوند مقدر کردگی است، بنابر همین هوای می شود. انا کل شیء خلقناه بقدر. کسی گویی انسان تقدیر ساز خودش روش سیاه کرده، اما آدم میگفتگیر گو تقدیر ساز باشی کنی کسال نشو. اما انسان گو که تقدیر ساز باشی کنی یک کسان برو که نوگیر جای آبا مدروشین مرده 16 ساعت کار میکنی کسان نو نمیشد. تقدیر دستی خود کی باشد. تقدیر ساز و نقاش خدا هست. از خطی کشیدگی و بیرون چیزی نمی شود. 1000 خط سرت دستن زد. ببین عرابه کشاره 18 ساعت بیچاره عرابه میکشه، یک سمش دو سم نمی شود.
اما یک آدم میبینی بالا استالش یک قلم امضا میکنه صاحب $100,000 شد. الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. خدا میگه من میکنم برای کسی که میخوام رزق فراخ میکنم، برای کسی که میخوام رزق تنگ میکنم. خلاصه عزیزان من، تقدیر از جانب خداست. من در این باره صحبت‌های زیاد پیشتر داشتم. خوب این بحث برای آن آوردم که همون جوان مسجدی وقتی که ایمانی به ملائکه را باور نداشته است، من خواستم شما را یک بار دیگر هوشیار کنم که در باب عقیده بے پروا نشوید عزیزان من. بازم تکرار، کسی در باب عقیده شبهه در دلش پیدا شود و همون نپرسیده بے پروا گشتن گیرد ویم کافر میشد و در حال از قفای او شود. امروز الحمدلله علماء زیادند، علماءهایی که هر خیل سوالهای مشکلی ما و شما را حل کنند زیادند الحمدلله. شما پرسجو کنید، خدا خواست ثواب میگیرید. خوب اکنون به جواب گفتنی مکتوبات را شروع میکنم. خدایا شکر، الحمدلله. السلام علیکم. داملای شیرین زبان، خداوند نگهبان شما باشد. من یکی از مخلصان شما می باشم و به کسلی نابینایی گرفتارم ولی زیر تحقیرم. خواهش دارم از زبان شما یک صحبت درباره نابینایان نمایید و در حق من و برادر من که به کسلی روحی گرفتار است دعا فرمایید شفا یابید. مخلص شما برادر عزیز، پروردگار اولا شما را در این نابینایی‌تان صبر جمیل کرد. ثانیاً برادر عزیز تانه که به کسلی روحی مبتلا شده است شفای کامل نصیبش گرداند. خدایا تو قادری، چگونه با دعا و با افسون و با طبابت شفا میدی، به دعا هم به افسون هم به دارو هم شفا دادن به قادری. خدایا به این برادر شفای کامل عاجل نصیب گردان. برادر عزیز که از نابینایی خسته شدی، خداوند همه جوانایی که به درد نابینایی مبتلا شدند، به درد چشم مبتلا هستند، مثل برادر عزیز ما قطب الدین حاجی که چشمش الان در طبابت است و اینچنین دیگرانی که مبتلا این درد چشم هستند و خیرگی چشم، خدایا تو به ایشان شفای کامل و بینایی نصیب گردان. برادر عزیز، البته در نابینایی صبر کردن این هم خیلی ثواب دارد. اگر امکانیت داشته باشید، امروز طب خیلی ترقی کرده است، روی طبابت کنید. شاید چشم شما پرده گرفته باشد، شاید یگان علت دیگر باشد. اگر با طبابت درست میشدگی باشد طبابت کنید، انشاءالله خدا خواهد شفا میابید. زیرا پیغمبر خدا میگه خداوند هر دردی که آفریده است براش با دوا هم آفریدگی است. وقتی که شما دوای او را یابید او انشاءالله شفا میابد. این حدیث رسول اکرم. اگر رفت نابینایی شما مادرزادی باشد یا نابینایی شما از سبب کم قوتی چشم باشد که دیگر دکترها گویند طبابت ندارد، یا شما امکانیتی مالی ندارید که خدا را طبابت کنید، من شما را میگم در این نابینایی خدا دادگی صبر کنید، مثل که دوستای خدا صبر کردند. پیغمبران الهی مثل حضرت شعیب نابینا بودند، اصحاب پیغمبر بزرگوار مثل حضرت عبدالله ابن عباس و سعد ابن عبدالوقاص اینها نابینا شدند، در نابینایشان صبر میکردند. حضرت عبدالله ابن ام مکتوم. بنابراین مثل اونها شما صبر کنید، خیلی ثواب میگیرید. در حدیث رسول اکرم فرمودند، حدیث بخاری است، پروردگار گفته بوده اذا ابتلبت عبدی بحبیبتیه فصبر عوضته منهما الجنه، رواه البخاری. این خداوند چه مهربان است. وقتی که من بندم مبتلا به نابینایی کنم، وقتی که من مبتلا به بیماری چشم کنم و روشنایی چشم از دست دهد و در این نابینایی خود صبر کند، یا الله مکافات ببینه.
البته صبرش مشکل است. این دنیای روشن دیده نمیتونی، چهره های زیبای بچه ها تو دیده نمیتونی، چهره خانم تو دیده نمیتونی، مصیبت است. لیکن چه علاج؟ صبر کنی ثواب میگیری. ثوابش چیست؟ مکافاتش چیست؟ اوسطه منهم الجنة. خدا میگه عوضی این دو چشمی بینا براش جنت میتین. ببینه در این دنیا از چشم بینا محروم شدی، صبر کردی، شکر خدا را گفتی، عوض این دو چشم بینای دنیا خدا به تو جنت میتین. از مثل با حضرت سعد بن ابی وقاص چشماش اعما شد، وقتی پیریشاندن توصیه به طبابت کردن که طبابت کنه ناز بشه. حضرت دردی که برای من دوستم پروردگار نصیب کرده است، من از بالای وجه شکایت هم نمیکنم و دواییم من صبر میکنم. گفتم بنابراین برادر عزیز صبر کن، خداوند صبر رو کیاد. حضرت عبدالله ابن عباس که شاه مفسرها بود، وقتی که چشماش نابینا شد مثل شما بارین، حضرت فرمودند این یذهب الله من عینی نورهما ففی لسانی و قلبی من الهدى نور. اگر خداوند از این دو چشم من بینایی رو گرفته باشد هم، اما زبان من، قلب من، دل من با هدایت خدا نورانی است. و برادر عزیز همیشه نمازات خواب، صحبت‌های علماءها از نوارها گوش انداز، اگرچه نبینیم ذکر خدا گو، انشاءالله پگاه عوضش برای تو جنت است. جوانایی که شما را خدا چشم بینا و تن صحت داده است، هرگز مظلومها را تحقیر نکنید، هرگز بیمارها را اوصال نکنید. حتی در روایت میگه کسی یک آدمی اعما را کورا 40 قدم دست گرفته اگر برای آسان برد، خدا برای جنت واجب بگرداند. دست اعما را گرفته بردن خود صاحب جنت کردن است. دست اعما را گرفته بردن از راه گذرانیدن صاحب خوشنودی خدا شدن است. خاور میشناسی خانه عزیزان من، دست اعما ها را گیرید. خداوند به خاطر اعما حضرت عبدالله ابن ام مکتوم پیغمبر بزرگدارش عتاب کرد. در سوره عبسه من برای شما تفسیر رو گفته بودم، بنابراین اونها را تحقیر میکنید. رسول اکرم مظلوم ها رو میدیدن، مثل اعما را، مثل کسانی که پاش نیست، مثل کسانی که فلج شدیان، حضرت میدیدن دعا میکنن الحمدلله الذی عافانی مما ابتلاه به. هزاران شکرت خداوندا که ما را تنی صحت دادی، اعضاهای سالم دادی، مثل اون مظلم نکردی. این دعا را کنی عزیزان من. تاجیکی هم گوی میشود، وقتی که آدم میبینی در کوچه خیلی حالش تنگه، پاهاش نیست، دستاش نیست، یا که دهنش کجیده شده است، او خدای هزاران شکرت که منو مثل اون نکردی، یا چه امکانیت داری یاردمش کن 5 ماه یا 3 ماه دعا شگیر خدا خست ثواب میگیره. این است وظیفه مسلمان، نه تحقیر کردن و نه تمسخر کردن. خداوند صبر کیاد دادر عزیز، عمر دراز کیاد. خدا خواه پگاه جنت بمید راهی خرسان میشه، چشمات بینا میشه. حضرت ایشان نورالدین جان خداوند همیشه شما را به تن صحت دل بیغم نگه دارد، شما را هم دادرای عزیز سلامت دارد. من یک جوان هستم که نیتی زن گرفتن دارم، انیخترش زنگیر هستم، ولی کاری مشکل پیش راهی من و پدرم آمده است. از شما احترامانه خواهش میکنم در این روز مبارک جمعه در حق من و پدرم دعا کنید. با احترام یک مخلص شما. خداوند دادر عزیزم دعا کنیم از این تشویش خلاص کنید و یک عروس خوب و خوش زیبای مثل خودش و خودش خوشبوتر به من یا بخورسن شما. آمین یا رب العالمین. بعد چطور نیافتید بیا اینجا رو چند متقدای خوب من دختراش میتیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بابا ایشان میخواستم به این سوال من روشنی اندازید. قصه دختر صالحه بود، 2 برادر از پیندرش داشت. از
آینده روش. این مادرش شوهر کرده از اون 2 بچه بوده است. پدر و مادرش خواستن او را به پسری پیندرش، یعنی به برادرش بزنی دهند. دختر نمیخواست ولی او را مجبور میکردند. در این هنگام پیندر وفات کرد و نارضایی دختر به خاطر آن بود که با خلاصی دختران او فرزنددار نمیشد و میدانست که این بعد سال او را طلاق میدهند. روزی آن پسر ناخلف مجبورند به ناموس او تجاوز نمود و دختر از شرم خود را به دار آویخت. بابایشان ما میخواستیم که حکم شرعی را درباره آنها بفهمیم. آیا دختر برای خودکشی کردن گناهکار است یا نه؟ در حق او دعا کنید. با احترام مخلص شما علی شیر از شهر دوشنبه. اولا خداوند برای مادر این خواهر عزیز که از دست این ناخلاف، این ناجوانمرد دست به خودکشی زده صبر جمیل نصیب فرماید. ثانیا به اون جوان ناخلاف من خطاب میکنم که ای ناجوانمرد، ای ناکس، ای حیوان سیرت، این دست به تجاوز زدن این جوانمردی نیست. وقتی که او دختر تو را دوست نمی داشته باید خود از او دور می گرفتی، با برای خود دوست داشته می یافتی، نه به این کاری ننگاور و ننگین دست زدی. رسول اکرم زانی ها گفتند مؤمن نیستند. کسی زنا میکند او ایمان ندارد. لا یزنی الزانی حین یزنی و هو مؤمن. در وقت زنا کرده او ایمان ندارد. بنابراین من به تو خطاب نکنم تو کافری، الان فرصت داری توبه کن، پشیمانی کن، کلمه عرض کن، مسلمان شو، و الا اگر هم تروی تو کافر هستی. من برای خواهرم افسوس میکنم که کار خوب نکرد. خودکشی راه حل نیست. معلصف امروز در جمهوری ما خودکشی زیاد شده از دختر و بچه ها. عزیزان من این خودکشی جنایت است. این وزنینترین گناه است. این جانی که ما داریم این ملک ما نیست و صاحبش خدا هست. او حق دارد این جان از بدن ما گیرد. ما حق نداریم خمان خودکشی کردن یا سوختن یا دار آویزاندن از جان شیرین محروم کنیم. خداوند در قرآن نهی میکند، تاکید میکند شما خودتان نکشید. این خواهر عزیز باید صبر میکرد، برای او جنایت ناخلاف او رو دستور میداد، خودش صبر میکرد، استغفر توبه میکرد. انشاءالله تو این مجبوری بود، گناهگار هم نبود و پیشگاه خدا در گناهگار هم حساب نمیشد. خوب یک جوان خوب یک وقت یافت میشد، شاید به او هم شوهر میبرم از زندگیش ادامه میداد. آخر آدم ها بیور گرفتی استادن با چند بودن این با که ندارد. این نبا من به خواهرها خطاب میکنم. خواهرای عزیز، اگر ما با این حادثه های ننگین در حیات تا رخ دهد از دست ناخلفا، شما دست به خودکشی نزنید، صبر کنید، پیشگاه پروردگار استغفار کنید. خدا یافت میشود یک جوانی که با شما را اگر خوب اخلاق باشد صالحه باشد بزنی گیرد. اما این خیلی گناه وزمین است. خدا در قرآن میگه لا تقتلوا انفسکم، شما خودکشی نکنید. روز قیامت کسانی که خودکشی میکنند در دوزخ با همون داری که این خواهر خوش آویزان طاقت نکرده، با همون دار هر روز چند بار خوش می آویزاند و خودکشی میکنند. عذاب او با همین خودکشی ادامه میابد اگر خداوند او را مغفرت میکند. بنابراین راه حل نبود و صبر میکرد. انشاءالله یافت میشد یک مرد خوب او را بزنی میگرفت زندگیش ادامه میداد. بابایشان من مخلص شما میباشم، 25 ساله هستم. چشم خود را از زنا همیشه نگاه میدارم. خدا نگاه توفیق عطا بچم. به مملکت های خارجی زیاد سفر کردگی هستم، اما الحمدلله به این راه زنا نرفتم. خوشا به حال برادر عزیز. مانند شما برای جوانای با ایمان و با حیا و با عفت در جامعه ما زاهد سازد. بابایشان 3 سال شد زن گرفتن، با همسرم زندگی میکنم، اما او با من با خوشی همخوابگی نمی کند. من را تأمین کرده نمیتاند. بابایشان من بازنم گفتم اگر خواهش من را اجرا نکنی زنا میکنم، گناهش در گردن تو. چه نصیحت میدید بابایشان میگه آدم خوبی
بچه خوب کدام نگه دارد. همانش که کلی شاید دیگان عذر دارد، شاید دیگان کسلی دارد، دکتر تبابتش کن بعضی زنها عذر دارد، همخوابگی با شوهرشان نمیخورشان. در فقهای ما هم هستیم. روان اونها با دکتر مراجعت کنند، انشاءالله شاید تبابتش باشد. خوب وقتی که تبابت نداشته باشد و کلین بیاد که نه من همخوابگی طاقت ندارم، شما گوید که من زنا میکنم، نه من زن میگیرم، من خدا رخصت داده های تا 4 زن گرفتم، من به نکاح اسلامی زن میگیرم، عروسی زیبا فارت همین نفارت بیا خانه دادان ببرم میمونم تا. اما زنا نکن داده، این زنا راه حل نیست. خدا برای خاطر ان همین روز تو اجازت داده فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع که در تمام خطبه نکاح نمیخوانند. خدا میگه بندگان من، جوان مردای خوب و با ایمان، شما همسر گیره یکی، اگر یک شما رو قانع کرده نمیتواند دویمش گیره، لیکن به شرطی که با خانه تامینش کنه. مثل که زنی کلانیت میبینی او را هم با جای خواب و با لباس و با خوراک تامینش کنه. اگر شهوتت باز هم زایدتر است و این دو هم تو را قانع نمیکند، خدا میگه سیوم شگیر. اما زنا ده نرو. در اسلام تا 4 زن گرفتن گناه نیست. کسی این گناه میداند تمسخر میکند و این جنایت می حسابات من کافر است. این حکم خداست. بنابراین دادره عزیز، من به تو میگویم تو به نکاح مسلمانی زن گیر. اگر کلی نیست خوب هر دوش برابر بوید، اینشان تربیت کن و اینشان تربیت کن. اگر رفت اون نمیخواد یا طلاقش تو خانه پدرش میره تو با زندگی تیدام. اما زنا کردن هیچگاه زنای تو رو گناه در گردن وای نیست، در گردن خودی تو است. اگر که زنا کنی که از قبر خستی، در روایات شرمگاه هیزن در پیشانی پیدا میشه، از زردا باید برونش عیبینش برآمدن میگیره، بعد رسیدن میگیری. آن زناگارا خیال میکنن کیف کردین بود تا نسیان کیف کردین. آن شرمندگی در پیش آید، توبه نکرده راه. او خدایی که زنا رو برای تو حرام کرد در قرآن با آیه های زیاد پگه نشانت میتیان. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. خدا میگه بندگان مؤمن من زنا نمیکنند، حتی به زنا نزدیک نمیشوند. کسی زنا میکند توبه نکرده اگر مرد، در چاه دهشتناکی که نامش اثامه است او را انداخته میشوند. آیا صاحب دقایق اخبار روایتی هم دارد که شخص زناگار از قبر میخیزه، در پیشانیش همون شرمگاهی زن از دروش زردا برآمدن میگیره، دهنش در آمدن میگیره. اما بچه های خوشرو هرگز به زنا نزدیک نشه. جوان مرد نترسه به نکاح مسلمانی زن گیره. طاقت این زندان داره، طاقت جریمه دولت داره، اما طاقت عذاب خدا نداره بچه. لیکن اگر همون کلی قناعت کنه با قناعت کنه بچه، همون یک کمپیر بسید در که در زندگی جنجالش بسیاره، به تشویش نیست. بابا ایشان به همین سوالی من جواب دهید. نام مادر من حامیه می باشد و خیلی از این نمازخوان و خدا ترس است. از شنیدن معنای نامش چند وقت باز غمگین است. ما در تفسیر قرآن خواندیم که معنای حامیه سخت‌ترین آتش دوزخ بوده است. مادرم میخواهد که نامش را عوض کنیم. اگر امکانیت باشد نامش را شما عوض کنید. آره حامیه یکی از کامره های دوزخ نامش است، به معنی خیلی حرارت بلند سوزنده، نارون حامیه. بنابر باید نام گذاشت که معنای درست داشته باشد، معنای خوب داشته باشد، معنای خوشبویی داشته باشد، معنای گل داشته باشد. پیغمبر خدا این تو نامها را تغییر میدادند. رسول اکرم میگن کسی می آمد پیش زیارت، مثل شما عزیزا حضرت میپرسید چی نام داری؟ اگر میگفت نام حامیه است، میگفتن نه نام تو راضیه، یا نام تو طیبه، یا نام تو شریفه، نامش تغییر بدم. او اصحاب پیغمبر خدا چی مرد و چی زن از زبان رسول اکرم که سخن می برآمد به جان دل قبول میکردند. اونها رنگ من شما دو دیده نمیشدند. بنابراین من از این منبر رسول اکرم برای خواهر که نامش حامیه است نام راضیه را میگذاشتم. خداوند از او خوشنود باشد و او از خدای خود خوشنود باشد.
راضی به معنای خرسند شونده از نعمتهای خدا دادگی. بابایشان جان، پسر من در خانه پدرش کلان شده بود. در سن 15 سالگی از دست ستم پدر و مایندر خواست که دست به خودکشی زند. از دست عذاب رو به گریز آورد و به خانه تقایش رفت. پیش از آمدن پدرش می گوید اگر به پیش مادرت رفتی آقت کردم. پسرم از دست ستم رو به گریز نهاده است. آیا آق پدر شد یا نه؟ پدرش از ناحیه عبدالرحمن جامی از کلخاز کمشمال است. خوب اگر رفت و این بچه 15 ساله شده است، انشاءالله که کلان شده ایستاده است، به عقل شده ایستاده است، یک جا کار کند، خوب از آزارهای پدرش و از نصیحتهای پدرش خفه نشود، خدمت پدرش هم کند. اگر رفت و برای نزد مادر آمدن پدر آق کرده باشد آق نمی شود، زیرا آق در صورت میشود که خلاف شرع باشد. این خبر گرفتن مادر و تقایی کنم سیلی رحمه فرض است. بنابر اگر پدر بچه میگوید که پیش ماچد روی طلاق آقت کردم آق نمی شود. به این دیگه من به این جوان توصیه میکنم دادر عزیز یک جا را کار کن، یک جا خان صاحب علم و هنر شو، هم مادرت خدمت کن و مهربانی و نوازش کن، هم پدرت هم خدمت کن، انشاءالله برکه میابی دادر. شاید پدر از روی نادانی الان به تو ظلم میکند، پس آن با پشیمان میشود و با مهربانی و نوازش میکند. شما هر دوش هم از خود امکانیت داشته باشه راضی کنه ثواب بگیری داده، لیکن آق نمیشوی واقعی که پدر کرده است. بابایشان جان سوال، آیا به خاطر زنا نکردن در روسیه ما به دست انجام دادن آن عمل را کنیم اجازت هست؟ آره اجازت هست، فقط کوشش کنید به زنا نرید بچه نکشید. بابایشان، من در تلفنم قرآن را ثبت کردم، به طهارت خواندن ممکن است؟ آره ممکن است. برادری من نامش غلام است، وی میگوید که نام من در اسلام درست است، اگر نه خواهش میکنن نام او را عوض کنن. نه، نامش درست است، غلام به معنای عبد است. من سنت بامداد را در خانه خوانده مسجد میروم، تهیه مسجد خوانم یا نه؟ بعضی میگویند که درست نیست. آره مذهب ما درست نیست. مذهب ما کسی سنت چی که در خانه خوان، مسجد کی درآمد شیش سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، همین تسبیح ها رو گوید علی قاری میگوید، همین خود جاینشین تحیی مسجد میشود. لیکن نزد اهل حدیث در خاندان باقی ندارد. صحابه رسول اکرم بعضش میخوندند. نبا من نمیکنم از خواندن شما را. تحیی مسجد مذهب ما در یک روز یک بار مستحب است، مثل متر یک بار که خواندی دیگه وقت درآمده برایم لخوانی گناهگار نمیشه. مثلا پیشین خونده دیگه عصر و شام رو گفتن در بر وقت هم که بهش هم تحیی مسجد خواندن. بابایشان در وقتی از آن گفتن یا تکبیر گفتن بعضی ها سجده میکنن، درست است یا نه؟ نه درست نیست. وقتی که آواز اذان بران شد خم شده تعظیم کردن این جایز نیست. من آواز اذان شنیده الله اکبر جل جلاله گویی، نه صلات الخمر جل جلاله. نام رسول اکرم شنیده پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گویی، یا که اللهم صل علی محمد و علی آله. اما باید تعظیم کردن جایز نیست عزیزان من. خدا نگهتان دارم. بابایشان خداوند شما را نگه دارند. به سوال من حتما جواب گوید که من 10 ماه می شود که من به خود نیستم. من سال گذشته آینه دار شدم، زندگیم خوب بود، ما یکدیگر را ناز می دیدیم. ماه آگوست گذشته مادرش آمد و دخترش را گرفته برد و من گفت که جدا می شوی. اگر جدا نمی شوی مادری تو نیستم. کلینه گفتم که جدا بشه شد، اگر نشی وقت میکنم نمانگی باریم. هرچند والدینم فرماندن
نفهمید، یعنی خوشامدش قبول میکردن. مرا مجبور کردن که سرته من یک طلاق کردم، مجبورا امهش گفت که نه 3 طلاق کن. بعد یک طلاق گفتم باز 3 طلاق گفتم. همین طلاق من چند طلاق هست؟ 3 طلاق هست دادر عزیز. دیگه اون شما زن شما نیست. جوانمرد باید طلاق نکنن. اولش که دوستش میداشتی میکشتن طلاق نمیکردی، خدا همین زنک یش طلاق خود میداد کشتامونت. خیلی مادر است یش طلاق وقت نمیمردی آخی. خوب این که طلاق کردیم چون او یک طلاقش طلاق رجعی است، این دویم طلاقی که بالا بکرد این 3 کردی 4 تا شد، 3 تاش طلاق زن از شما جدا شد، یکش در گرمت گناه نمیشته میشه. بچه های عزیز بازم به شما تاکید میکنم طلاق کردن عادت بکنید. طلاق راه حل جنجال زندگی نیست. طلاق عائله را ویران میکند، شما را حسرتی میکند، حساباتان را خراب میکند، بچه هاتان را یتیم میکند، خانه تان را ویران میکند، از مال و ملکتان تقسیم میسازد. بنابر طلاق راه حل نیست. و از بین شوید خوب جنجال است، عائلوی است. شما خوشنامتان بودید مادر جان گیرم دختر تو بعد یما میسته دومو میسته خوب تا حوصلش بیتون باید روز میبیا، اما من زنی طلاق سرتی ندارم. باید این تو میگفتی، میشه دوتم نمیگفتی، پاش موچه میکردی، دستاش موچه میکردی. آدمای خیلی میگن یا بار پیش خر یا خر پیش بار. او کمپین خوشنامانی بعد خدا نگه داره. زن چیزی خوبه میدن خوشنامانش در روش در بود. اونم خیلی خوشنامانی میدن. دل به تاراج رفت و خار بیمان. سعدی افغانستان یا حکایه داره که وقت تنگ نمیدیم. خلاصه دادر از که عیبای خودت که طلاق کردی دیگر از کفای اون نگرد. او سه شده از او دیگر زنی تو نیست. در نزد خداوند من گناهگار هستم. آره گناهگار شدی. توبه کن، استغفار کن، پشیمانی کن، خدا گناه تو گذرد. باز بعد 2 ماه من را زن دادم. این دختر را توی کرده به خانه آوردم. شب با وی خانه‌داری کردم، دختر نبود، بیوه بود. حالا زندگیم خوب نیست. من ویش رو ناز میبینم بابا جان چیکار کنم؟ التماس به من راه زندگی را نشان که آدم بچه خوب بودن. آخه این سوالا رو بخیرات کنم. من موضوع است که منش دیگه این سوالا رو اگه من چی میشه که من با درباره زن بیوت بود. در خدا وقت دیگه ای بیوگی و پروا نکنم. همین یه شب ببینم بیوه بشه دخترم تو نگرفتی. صبر کن انشاءالله زندگی خوش رو کن، ببینی محبت پیدا می شود. این محبت آهسته آهسته در زناشواری پیدا می شود. نگاه خود سبب محبت است. انشاءالله بودکدار که شدی امیدوارم بین شما و خداوند الفت پیدا میکنه، دو زندگی تا خوب رفتار میگیرد. بنابر همین اگر نصیحت من گیری با همین همسری که ثانی گرفتی صبر کن، زندگی کردن گیر، انشاءالله خدا خیر بیناتان در الفت پیدا میشه، محبت پیدا میشه. خوب او بیوگیش فراموش کن. تام بیوگ بودی و خیلی زن گرفتگی هستی. باید بیوگ آدم ها زنی بودکدار میگن 3-4 بودکتی. نبرمی فتواها دا میگه یک آدم در وقت زنگیری شرط میکند و این شرط البکارت فوجدها سیبا لزمها کل المهر. یک آدم دختر گرفتنی میشود در وقتی پیش از نکاح شرط میکنه که عروس اگر دختر نبرایی مهر تو $500 نه، مهر $100 است. اگر دختر برایی $500 مهر نه. خیلی اینجوری خوب بعدی همخوابگی کی دختر نبرامد، اینه بیوه برامد رنگی دادر ما باریم همین $500 مهر واجب است یا همون $100 گفتگیش، همون $500 واجب می شود. برای دادر عزیز خوب من به شما بگی شاید این دختر نبرامدن همسر شما نه به سبب زنا کردن، شاید به سبب حیض بسیار دیدن شده باشد، شاید به سبب دکتر رفته یگان دارو پاره کردن شده باشد. بنابراین شما در حق عروستان گمانی نکنید، نپرسید که با کی رسیدی. بعضی احمقا نزد من تو بچه ها بسیار میبیان عروستان در شب اول بجای آنکه زندگی شیرین کنن و من تو رو دوست میدارم یکی گوید پول میپرسید یعنی که تو راست بود به کی گشتی، تو راست بود به تو رو کی بوسه کرد. آن جوان مرد
آوای پیش از آن که زنی تو بود و زنی تو نبود و کسی که میگش کاری وای بود اکنون که نکاح کردی این جانب تو کنترال کن وایش چی کار داری؟ شیعه بخیلی که زبانشان طلاق کردن مهار کنه این جنجال پیش من حوض میبیاد تو چی کار داری و به کی میگشت نمیگشت؟ تاجیکان ما یک مقال دارم اصل در تکی پای خودم دارنگر پیش میلنگی نمی کاری تو نبود آخه این بود دیگه دختری ساق یافته ممکن نیست همه مینیوبکه همه پلافکه دیگه مرده صغیره که همه بیرون میگیره دیگه این است جامعه کرد تو شد دنیای کرد دختر بوده عیبه میگه هولی شما را مگم که کرشتیم خدا همتون نگه داره خواهرهای ما را انصاف ده که خیانت نکنه بنابراین این دادر عزیز صبر کنیم انشاءالله خدا خواهر ثواب هم بگیری سیری همسر تر نبرا خوب البته اینجا ما شما رو نمیدونیم چی هستی خوب کردی که نام تر نگفتی اگه من بگم تا میخوندم سیری همسر تر نبرا خود دان خدا زندگی کردن بعضی بیوه هاست که از دخترات دیده خوبتر هستند از جهت اخلاق و از جهت آداب انشاءالله خدا خیر برکت بیاره خواهر دادر عزیز بابایشان در حق من ما دعای خیر کنید آنچه آرزو امیدی دنیا و دنیوی داریم به ما خداوند برآورده گرداند من مدت 6 سال عائله دارم تا حال فرزندان نشدم و این چنین همسرم بیمار است در حق ما دعا کنید که خداوند به ما فرزند نصیب کنه خداوند دادر عزیز برای این خواهر و برای این دادر خداوند تو قادر فرزندای صالح و فرزندایی که روشنایی چشم اینها باشند نصیبشان کنید خرسند و با خوشبخت شود بابا جان آیا انسان در بدنش هر گونه قسمهای گرگ را کشان کند و خصوصا ناخن و موضعش را آویزان کند درست است یا نه چی فایده است که مایوای من همون ناخن خیرس آوازه کرده چی فایده است باید تو یاردم نکند یا ناخنی گرگ یا آنه با بعضی میگن که چی پوستومی گرگ اگر باشه اما تو رو دوست میده روش سیاه کرده اگر همون گرگ پوستومش سبب دوستی باشه آدم ها گرگ دوست میدارن یک از گرگ دوست نمیدارن اینا همش خرافات هم چند شما اینا رو باور نکنید نه به ناخن گرگ نه به ناخن خیز نه به پوستومش گوجه هیچ اشت باور نکنید شما تکیه به خدا کنید خدا هست که شما رو محافظت میکنه خدا هست که شما رو کاراتان رواج میتید خدا هست که محبت شما رو در دل آدم ها بیدار میکنه فقط از خدا دانه میشم این گرگ خدا زاید است که چی نمیبیاد خداتان حیف هم نکنه خداتان هم حیف نکنه خب بابا جان پدرم بیمار است در حقش دعای خیر کنید اکنون کفایه میکنه بابا جان من یک زنی تنها 15 سال شد که از شوهرم جدا هستم به سبب بررسی رفتنش و برنگشتنش یک پسر دارم نمازخوان است کتابخوان است نسبت شوهر کردنم ضد است شما به من چی گفتنی داره خواهر عزیز اگر شما در این نزدیکی ها باشه نزد من بیایید من جواب شما رو خودم برو پرو بگم از من شرم ندارید من ازش که شرم نمیدارم و شما هم از من شرم نداره من شما رو مشورت میکنم اما این چیزی صحبت رادیویی نیست بابا جان من در خانواده امان گپمان گرفت و به برادرم در همان وقتی با غضب به سوی مادرم گفتم اگر من به خانه تان بیایم زنم به من 3 طلاق از من 1 سال میگذرد که من به خانه مادرم نمیروم نه خودم نه همسرم بابا جان من سال 2005 خانه‌دار شدم و از روی نادانی همسرم فتح پوشانیده بود لیکن مادرم بیمار سخت است مرا چند بار سلام میکند من پیش مادرم روان میانه نماز عصر اینجا باشی پیش من بیام من به تو راه حلی نه میتیم برای که زن 3 طلاق نشود اولش که بازم میگن 100 نامعقول کردی برای همه غضبی کردی تو برای طلاق کردی او بکن که نرفتی حالم خیر است انشاءالله پیش من بیام من به تو راه حل نشان میتیم تا که زن طلاق نشود فتح پوشاندی کتن تا بکنه زن تا بکنه روی هر دستی هاشو نگه
بابا جان در حق محمد عزیز و محمد شریف، محمد رسول و اکبر جان که در مسافرت هستند دعای بازگشتی باشد. خداوند همه دادرای ما را که در مسافرت ها هستند، چه این دادرای عزیز و چه دیگر مخلصای ما و چه شما عزیزانی که باز شنیدن وقتی بازگشت شروع شده ایستاده است، چون پرنده های بهاری باز رفته ایستاده اید. خداوند همتان سلامت دارد در مسافرت ها رزقاتان فراخ کنه. خداوند همین ها را من به تو امانت می سپارم. تو ذاتی هستی که امانت خیانت نمی کنی. بعد از انجام سفر بار دست پر با رزق فراخ سالم به خاندانشان بازگردان. یه روز دادره برای من التماس کرد که برادرم در حبسخانه است و امید دارم که 4-5 سالش رفته است در این استقلالیت که آزادی ها را رئیس جمهور وعده کرده است برای حقش دعا کنه. خداوند این دادر عزیز قاری محمد که برادراش براش التماس دعا دارند راه نجات شد، آزاد شدنش از محبس خداوند براش آسان گردان. در حق خورشید هم دعا کنید، یا ما هست که در محبس می باشد. و در حق فرخ دادر ما هم دعا کنید خداوند آنها را از محبس که به سبب تهمت مبتلا شدن خداوند آن نجات شد که دو با نزد خاندانشان سالم بر. امسال یک مادر پیش من آمد از این محله خمان، پسرش در روسیه که کار میکرده است با کار زدیم مجروح کرده، حالا در بیمارخانه گفت وزبین است. برای بچم دعا کنید خداوند دعا کنید جوان شفای کامل جلو چشم پدر و مادرش با سلامت بازگشته میمو خرسند گردان. خدایا دیگر جوانان را سلامت دار که به این بلاها مبتلا نشوند. آمین. الحمد لله الذي شرف يوم الجمعة على سائر الأيام وأعلى ورفع قدره إلى مراتب الكمال وأقصى وخصه بساعة يجاب فيه ما دعا وينال العبد سؤله ومبتغاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رافع السماوات العلى. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين هم أهل الهدى والتقى. وعلى الإمامين الهمامين هما سيدا شبان أهل الجنة في الجنة أبو محمد الحسن وأبو عبد الله الحسين. أيها الناس عليكم بتقوى الله فإن أكرمكم عند الله أتقاكم. كم من عزيز يساق إلى الجحيم وكم من ذليل يساق إلى
النعيم وكم من سيد يساق إلى النار وكم من عبيد يساق إلى الجنان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم بارك الله لنا ولكم ما في القرآن ونفعنا وإياكم بما فيه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا آمين آمين يا رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقيموا الصلاة آماده به نماز شوید عاشقان مدرسه محمدی صفحاتان راست کنید جایهای خالی رو پر کنید کتفاتان و یکدیگر چسبانید پاهاتان نزدیک کنید خداوند دوست می‌داره وقتی که شما صفتان مثل صف ملائکه ها در پیشگاهی پروردگاری با عظمتش باشه بعد از نماز خواهش میکنم بیرون جنازه در انتظار ما و شماست متصل که سلام داده سنتاتان بیرون برای صف گیرید نماز جنازه را خوانید رسول اکرم میگه کسی جنازه برادر مسلمان شخانه خداوند براش یک قیرات ثواب میتیه پرسیدن قیرات چیست مثل کوه احد وزن دارد خدا از همین وعده و ثواب همین ما و شما رو برسید محمد يا رسول الله يا حبيب الله يا خليل الله محمد گفتنی هستم امسحر در نماز بامداد چند نفر جوانایی بود که اونها رو من نشناختم خیال کردم نماز میخوانند و میروند اما وقتی که مهمانخانه برآمدم آنجا بودند جوانای زیبایی سیمای صالح داشتگی
پرسیدم که شما از کجا هستی؟ گفتن حضرت شما از خراسان میشه، از قرغان تپه. ثانی یکی از اونها با یک دل شکسته و با قلب محزون گفت که حضرت شما من اول یک التماس دارم و بعد دعا از شما میخوام. التماس من همین است که پدری من ماه مبارک رمضان روزه میگیرد و نماز میخواند، اما در غیر رمضان دیگر نماز نمیخواند. به خاطر اینکه نماز نمیخواند مادرم با او قهری است و مادرم گفت است که تا اگر نمازات نخوانی من به تو همخوابگی نمیکنم و در جایگاه تو خواب نمیروم. مادرم این سوال به شما روان کرد که آیا من در پیشگاه خدا به خاطر این شوهرم گناهگار میشوم یا نه؟ وقتی که این جوانی صحبت میکرد الکی دا گریه او رو گلوگیر میکرد. این معلوم بود که برای مادرش و پدرش دلش میسوزد که دعا کنه خداوندا پدری من اهل نماز کند و از این خجالت ما را خلاص گرداند. انشاءالله امید دارم این جوان که نامش محمد الله بود است والله اعلم هم تو بود که به خاطر پدر از این راه دور اینجا آمدن، امید دارم که دعای ما و دعای این جوان صالح برای پدرش اجابت می شود و پدر او اهل نماز میشه. از این منبر رسول اکرم من اولا به مادر این جوان که به خاطر برای سعادت راهنمایی کردن شوهر خود این تصمیم گرفته است تبریک میگویم. مادر جان خداوند شما را تنی صحت دهد، خداوند شما را در این ایمانتان استادگی نصیب کند و همراهی فاطمه و عایشه و آسیه خداوند شما را در جنت جا دهد. به سبب آنکه چند روز با شوهرت به خاطر نماز قهری هستید شما در اینجا گناهگار نمیشوید. شما او را ملایم فهماندن گیرید، انشاءالله و با نصیحت شما با التماس شما نمازخوان میشود. من به این موی سفید خوب خواه از ما کلان است و خواه همسال ماست خطاب میکنم. برادر عزیز، این مادر و این پسر برای شما مهربان هستند، دوستند. دوستی حقیقی شما اینها هستند که میخواهند شما را از دوزخ نجات دهند، میخواهند شما را از عذاب قبر نجات دهند، میخواهند شما را از خجالت پیشگاه خدا نجات دهند. برادر عزیز، نماز فقط در یک ماه مبارک رمضان فرض نیست. نماز عبادت است که از روز بلوغ 12 سالگیت تا آمدن مرگ غرغره جان در گلو فرض است. و اعبد ربک حتی یاتیک الیقین. بنابر وقتی که تو رمضان در نماز میخوانی 11 ماه دیگر نماز ترک میکنی، تو بنده رمضان هستی نه بنده خدا. تو عاشق رمضان هستی نه عاشق خدا. خداوند بندهش دوست می‌دارد که او را دوست دارد نه رمضان. خداوند بندهش فردا داخل بهشتش میکند که از امر او پیرو باشد، نه به خاطر خجالت مردم که همه در رمضان مسجد میشوند خطیشان مسجد میرود و غیر رمضان راهی مسجد ترک میکند. خدا از این تو بنده بیزار است. عزیز من، موسفید باشی یا همسال من باشی، بدان که پیغمبر خدا چی میگویند؟ من ترک صلاة العصر فقد وتر باهله و ماله، رواه البخاری. کسی اگر نماز عصر همین روزه قضا کند نخواند، برای او آنچنان مصیبت وزنین است که گویا اینکه فرزنداش وفات کرده باشد، گویا اینکه مالهاش تلف شده باشد، فقط به خاطر یک نماز عصر که مصیبت فرزند و مال چی بزرگ است. پیغمبر به او برابر کردن. وای به حال تو عزیز من که در یک روز 5 نماز قضا میکنی. خداوند برای به نمازها در قبر مار را مسلط کرده است که او بادوم خود بالای سری تو میزند، 70 گز در زمین فرو میروی، باز میکشه میبراره میگد این به خاطر آن است که بامداد نخواندی. باز میزند با فرو میروی، باز میگه این به خاطر آن است تو پیشین نخواندی.
برای 5 نماز این 5 عذاب هر روز در قبر است، پیش از آن که با روز قیامت چه روز دهشتناک است. حضرت علی رضی الله تعالی عنه رو پرسیدند که یا علی، حکم شخصی که نماز نمیخواند چیست؟ حضرت فرمودند من لم یصلی فهو کافر، نماز نمیخواند و کافر است. شقیق ابن عبدالله میگویند و کان اصحاب
آدم اشک ریخت. 40 سال بیابان به بیابان ناله کرد، طواف میکرد. بعد از 40 سال ربنا ظلمنا